امروز میخوام این کوزه رو با هم دیگه پتینه کنیم با این حروف کالیگرافی. این حروف کالیگرافی با جنس فوم هستن که قابل انعطافه و روی کوزه‌مون میچسبه. بچه ها حتما سابسکرایب کنین، حمایت هم کنین تا آموزش‌های خفن‌تر و باحال‌تر براتون بذارم. بریم ادامه ویدیو. برای زیرسازی کوزه میتونید از چسب چوب استفاده کنید. زیرسازی یعنی که رنگایی که روش به کار میبرین یا پتینه‌ای که روش انجام میدین ثابت باشه و ترک نخوره. بچه ها هم میتونید از چسب چوب استفاده کنین و همین که اگر خواستین کوزه رو رنگ کنین از رنگ اکریلیک استفاده کنین، یعنی هر دوش یک کار انجام میده، هر دوش پرایمر انجام میده. 2-3 بار میتونین رنگ اکریلیکتون رو بزنین. حالا من اینجا اومدم از چسب چوب استفاده کردم. چسب چوبم خیلی غلیظ بود، یه ذره ریختم داخل آب گرم، آب ولرم و خوب هم زدم و یک لایه روی کوزم زدم. حالا یه نکته مهم اینجا بهتون بگم، اگر خواستید از کوزتون استفاده کنید به عنوان گلدون، یعنی داخلش خاک بریزین و گل بکارید، باید حتما ضد آب بشه. برای ضد آب کردن کوزه ها باید از چسب سیمسون استفاده کنین. چسب سیمسون رو هم مثل همین چسب چوب باید روی کارتون بزنید، بذارید کامل خشک بشه. بعد از یه روز که خوش شد باز روش رو چسب چوب بزنید و اکریلیک و ادامه ماجرا. خب من چسب چوبم رو یه ذره رقیق کردم و خیلی هم رقیق نباشه که آبکی باشه و روی کوزه زدم و گذاشتم یه چند ساعت خوش شد. بعد از این که خوش شد حالا میریم ادامه ماجرا. خب بچه روی کوزه رو من میخوام از حروف فومی استفاده کنم. حروف فومی یه مزیت خیلی خوبی که داره اینه که حالت میگیره و قابل انعطاف هست و روی سطوحی مثل کوزه و قوطی یا هر چیز دیگه ای که انحنا داره سطحش میتونیم به کار ببریم. این حروف رو بچه ها من با چسب چوب چسبوندم. پشت حروف رو چسب چوب بزنید و بذارید روی کوزتون و خوب بچسبونید. هر قسمتیش که چسب نداشت و نچسبید دوباره چسب چوب رو بزنید و حروف رو حالا روی هم با سلیقه هم دیگه بذارید و بذارید بچسبه. یه روز که تموم شد باز دوباره ادامه ماجرا. خب حروفم کامل چسبید. یه روز بعد حالا من میخوام کوزه رو رنگ کنم. رنگ اکریلیکم رو غلیظ برمیدارم بچه، چون من میخوام روی کوزه رو پتینه کنم و یه پتینه بافت درشت میخوام ایجاد کنم، به خاطر همین رنگم رو میام غلیظ برمیدارم. شما میتونین اگر که میخواین پتینه نکنین فقط میخوان رنگ کنین کوزه رو، میتونین از یه اسپری سفید استفاده کنین یا اسپری هر رنگ دیگه و بزنید روی کوزه رو و تمام. اما من میخوام یه حالت برجسته و یه حالت کهنه‌کاری باشه. برای این کار بهترین راه اینه که رنگ اکریلیکتون غلیظ باشه و ابر رو بزنید روی رنگ و به صورت تاج روی کوزتون بزنید و بردارید، یعنی نمالین روی کوزه، فقط ابر رو بزنید روی کوزه و بردارید. تصویر میبینین ابری که من زدم به رنگم غلیظ بود و روی کوزه که زدم یه حالت برجسته ایجاد. یه نکته مهم دیگه اینجا بهتون بگم، اگر خواستید که خیلی برجسته تر باشه میتونید داخل رنگتون پودر بتونه کناف رو بریزید و اون رو برجسته تر کار کنید. خب من اینجا توی ویدیو که میبینید روی تمام حروفم و بیشتر کوزه رو اومدم برجسته سازی کردم. حالا میخوام کوزه رو رنگ کنم. رنگی که میخوام روی کوزه بزنم یه رنگ کرم مانندی هست. کرم رو بچه من اینجوری درست کردم. اومدم یکم پودر طلایی ریختم داخل رنگ سفید اکریلیکم با یکم رنگ اکریلیک قهوه‌ای و رنگ اکریلیک زرد. اینا همه رو با هم دیگه ترکیب کردم. یک کرم خیلی خوش رنگی به دست اومد. بچه اگر خواستید کرمتون رو پررنگ یا کم رنگ کنید میتونید از رنگ سفید استفاده کنید. سفید رو هر چقدر بیشتر بریزید کرمتون کم رنگ تر میشه، قهوه‌تون رو هرچی بیشتر بریزید خب کرمتون پررنگ تر میشه. و به همون صورتی که با ابر رنگ سفید رو ریختید روی
زدید روی کوزتون به همون صورت هم همین رنگا رو میزنید روی کوزه. منتها ما میخوام به صورت ابر و باد باشه، یعنی یه قسمتایش پررنگ باشه، یه قسمتایش رو کم رنگ کار کنیم. خب همونطور که توی ویدیو میبینید بچه، یه قسمتایش رو من اومدم طلایی زدم، یه قسمتایش رو با همون رنگ کرمی که درست کردم رنگ کردم و یه قسمتایش رو سفید، یعنی یه حالت کهنه‌کاری و رنگاش هم رنگ ابر و باد شد و به این صورت در اومد. خب میتونین تا همینجا کارتون رو تمام شده فرض کنین، اما من اومدم روی یه قسمتایش رو ورق طلا زدم که توی ویدیوهای بعدی براتون آموزشش رو میذارم.